عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی دوستان عزیز. خب این جلسه سوم نکسوس 2000 هست. دوستان اگر پارت اول و دوم رو ندیدین لطفاً پارت اول و دوم ببینید بعد بیاین سراغ پارت سوم. خب ما تو پارت اول و دوم به صورت کلی در مورد نکسوس 2000 صحبت کردیم و گفتیم که این نکسوس ها میتونه به عنوان یک ریموت لاین کار در نظرش بگیرید. هیچ گونه مکانیزم لوکال سویچینگ ندارد، یعنی جدول مکادر استیبل ندارد، سیستم عامل این دستگاه نداره، بلکه سیستم عامل رو از پرنتش میگیره و کاملا وابسته است به پرنتش. هیچ گونه پورت منیجمنت یا کنسول نداره که شما بتونید بهش مستقیما وصل بشید و کانفیگش کنید و کانفیگش از طریق پرنتش تنها امکان پذیر هست. این داستان رو صحبت کردیم. این جلسه بیشتر در مورد کانفیگوریشن و یک سری جزئیات دیگه قرار صحبت کنیم. لطفاً این جلسه رو تا پایان ببینید، چون پایان این جلسه قرار یک نکته بسیار مهمی رو در خصوص نکسوس 2000 خدمتتون عرض کنم. خب ببینید این تمامی پورت هایی که اینجا میبینید، تمامی پورت های این هوست اینترفیس ها یا اون داون لینک پورت هایی که در واقع سرورها به مثلا بهش وصل میشه، تمام اینها بچه‌ها به صورت اسپنینگ تری اچ پورت، پیش‌فرضش اسپنینگ تری اچ پورت هستن و بی پی دی گارد هم روشون فعال هست. خب اسپنینگ تری اچ پورت اصلا در نتیجه سریعا پورت شما آب میشه و اون دیلی مثلا 30 ثانیه لیسنینگ لرنینگ رو ندارید. بی پی دی گارد هم خب به این معنی هست که شما عملاً به خاطر چی بی پی دی گارد فعال کردن؟ به این معنی که آقا شما یک سویچ دیگه رو اگر بهش وصل کردین، مثلا به این پورت یه سویچ دیگه وصل کردین، یه سویچ 2960 یا 850 هر سویچی وصل کردین، این پورت سریعا بره تو وضعیت ارور دیسیبل. یعنی به محض اینکه بی پی دی دریافت کرد بره تو وضعیت ارور دیسیبل. یعنی عملاً شما نمیتونید یک سویچ رو وصل کنید به نکسوس 2000. البته راه داره دوستانا، راه خیلی ساده‌ای هم داره. میتونید مثلا بیاین این پورت رو ببرینش تو وضعیت اکسس، مثلا اکسس چه میدونم، اکسس ویلن مثلا 10 یا هر ویلن دیگه، اوکی، به صورت اکسس کانفیگش کنید و این سویچتون رو وصل کنید به این پورت و سروراتون رو مثلا بعضی این کار انجام میدن، وصل کنید به این سویچ. ولی این کار به هیچ عنوان توصیه نمیشه. چرا؟ چون نکسوس 2000 در نظر گرفته شده که به این پورت ها اند هوست وصل بشه، به این پورت مثلا سرور وصل بشه، نه اینکه شما بیاین مثلا بگین خب این سویچ نکسوس 2000 هم پورت به اندازه کافی نداره، منم سرورم زیاده، بیام یه سویچ دیگه هم مثلا بهش وصل کنم، یه 2060 دیگه هم وصل کنم و اون سرورامو بندازم پشت 2060 یه تعداد سرورمو. این کار به هیچ عنوان ریکامند نمیشه. پس به صورتی پیش‌فرض بی پی دی گارد فعال هست، اصلا هم نمیشه دیسیبلش کرد. حتی توصیه میکنن که به صورت گلوبالی بی پی دی فیلتر هم اینیبل کنید روش. خب آقا من نکسوس 2000 دارم، به چه طریق میتونم نکسوس 2000 رو وصل کنم به پرنت؟ حالا این پرنت میتونه نکسوس 5000 باشه، 7000 باشه و یا 9000 باشه. من به دو شکل میتونم نکسوس 2000 رو وصل کنم به پرنت. یکی به شکل سمت چپ که به صورت کراسه، یکی شکل سمت راست که به صورت استریت. کراس به این معنی هست که این سویچ نکسوس من به هر دو تا سویچ پرنت وصله. یعنی مثلا این دو تا سویچ پرنت که با هم دیگه وی پی سی مثلا شدن، اینا فرض کن مثلا وی پی سی شدن، من هم وصلش کردم به سویچ سمت چپی، هم وصلش کردم به سویچ سمت راستی. اوکی، به این صورت. تو شکل سمت راست که به صورت استریت هست، استریت به این معنی هست که فکسمون تنها به یکی از پرنت ها وصله. اوکی، اگه نو وی پی سی شده باشن مثلا به یکی از پرنت ها وصله. خب کدوم یکی از اینا رو توصیه میکنن؟ حالا قبل از اینکه کدوم یکی از اینا رو توصیه میکنن من بهتون بگم که خب سرورتون به دو شکل میتونه وصل کنید. خب یکی از شکل اینه که خب من یه سرور دارم، مثلا سرور شماره 1 با یه دونه لینک وصلش کنم به این فیکسم. یکی از راه حل‌های دیگه که هست اینه که این سرور مثلا شماره 2 رو، سرور فرض کن شماره 2، من یه دو تا پورت داشته باشه حداقل، یه دونه پورتش وصل کنم به این فیکس و یه پورت دیگه شب وصل کنم به این فیکس و در نهایت مثلا میتونم اینجا رو پر چنل کنم. خب ببینیم مزایا و معایب هر کدوم از این
روش ها به چیه؟ خب اگر من سرورم با یه دونه پورت وصل کنم به نکسوزه، اگر این پرنت از کار بیفته، اوکی، خب من ترافیکمو میتونم بفرستم به این صورت و به دنیای بیرون مثلا یا به بخش دیگه شبکه‌ام بفرستمش، اوکی. ولی تو این حالت اگه من سرور شماره 1 وصل کنم به این فیکس و این پرنت بسوزه، خب ارتباط من با بقیه شبکه‌ام از دست میره. پس از لحاظ ریداندنسی به نظر میرسه که روش کراس ریداندنسی بیشتری به ما میده. ولی خب ما در ریل ورد بچه‌ها منطقی و ریکامندی که میشه چیه؟ ریکامند میشه که آقا شما بیاین یه کاری انجام بدید، همین شکل سمت راست در نظر بگیرید. فرض کن مثلا این دوتا سویچ تو یک رک قرار دارن. یکی از این فیکس ها رو وصل کنید به یه پرنتی و یه فیکس دیگه رو وصل کنید به یه پرنت دیگه، به این صورت. توجه کنید به یه دونه پرنت. الان میبینید یکی از فیکس ها وصل شده به یه پرنت، یکی از فیکس های دیگه هم وصل شده به یه پرنت دیگه و سرور تو حداقل آقا دو تا، مثلا این سرور شماره 3 دو تا پورت داشته باشه به این صورت، یکی به این پورت به این نکسوس، یکی هم به این نکسوس و اینجا رو پورت چنل کنید. شما پورت چنلش کنید، هم ریداندنسی رو دارین، هم سادگی کانفیگوریشن رو دارین. دوستان حواستون باشه این روش بهتر هست بر روش توصیه شده خود شرکت سیسکو هم هست و جالبه بدونین که تو برخی از ورژن های NXOS یا ACI این روش ساپورت نمیشه، تو برخی از ورژن هاش پس کراس حتی ساپورت هم نمیشه. گذشته از این اگر این تعداد فیکس ها رو در نظر بگیرید، ببینید زمانی که شما میان به صورت کراس یه فیکس رو یه نکسوس 2000 رو متصل میکنید، تعداد فیکس هایی که توسط پرنتتون ساپورت میشه اوکی نصف میشه. ببینید مثلا این 24 تا فیکس ساپورت میکنه، اینم 24 تا فیکس ساپورت کنه، چون این فیکس هم وصل به این پرنت هم وصل به این پرنت، در نهایت 24 تا فیکس بیشتر ساپورت نمیشه. در صورتی که تو روش استریت این 24 تا ساپورت کنه و اینم 24 تا، چون هر کدوم از فیکس ها تنها به یکی از پرنت ها وصله، در نهایت 48 تا فیکس 48 تا، چرا 24 تا می‌خواستم بنویسم، 48 تا فیکس ساپورت میشه. پس تو حالت کراس تعداد فیکس هایی که ساپورت میشه به نصف کاهش پیدا میکنه. این یک موضوع، یک بدی که داره. دوم، تو برخی از ورژن های NXOS و ACI اصلا روش کراس ساپورت نمیشه. سوم و مهمتر از همه این نکته که خدمتتون میگم، این سرویس سافتور آپگرید، یعنی اینکه من در حین سرویس دی، در حینی که دارم دیتا رد و بدل میشه توسط این دستگاه، بتونم آپگرید کنم. توی کراس ساپورت نمیشود بچه‌ها، تو روش استریت ساپورت میشه. در نتیجه این استریت بهتر هست. اوکی؟ پس مهمترینش این بود که تو روش کراس این سرویس سافتور آپگرید هم ساپورت نمیشه. و اینجور هم نیستم، خدمتتون گفتم اینجور نیست که شما بریم مثلا به هر ورژن آیو NXOS که رسیدین یا هر ورژن ACI که رسیدین بگین که خب من میخوام به صورت کراس وصلش کنم. نه، اون ورژن رو باید چک کنیم ببینم اصلا ساپورت میشه یا نمیشه. بعد نکته بعدی اینه که یه موضوعی هست، اینه که آقا مگه شما نگفتی که ما نگفتیم که آقا این سویچ های نکسوس 2000 لوکال سویچینگ نداره، مک آدرس تیبل نداره. خب پس چجوری ترافیک از یه پورت میگیره میده به یه پورت دیگه؟ تو یک سویچ معمولی چجوری ترافیک از یه پورت داده میشه به یه پورت دیگه؟ خب نگاه به دیستنیشن مک آدرسش میکنه و اگر بلد باشه خب اونو میفرسته به اون پورت، اگه بلدش هم نباشه که خب فلادش میکنه. تو این سویچ به چه شکل و فرمه؟ این که مک آدرس تیبل نداره، پس نگاه به چی میخواد کنه؟ واقعا داستان اینه که مک آدرس تیبل روی نکسوس‌های پرنت هستن و برای فورواردینگ دیتا از یک پورتش به یک پورت دیگه از یک مکانیزم تحت عنوان وی ان تگ استفاده میکنه. وی ان تگ دوستان چیزی نیست جز یه دونه شناسه‌ای که به یه پورت اختصاص داده میشه. اوکی؟ ببینید اینجا اگه نگاه کنید این وی ان تگ رو نگاه کنید که به در اضافه شده.
یه سورس ویرچوال اینترفیس داره و یک دیستینیشن ویرچوال اینترفیس داره. اگه من بخوام ساده تر بهتون نشون بدم، بذار من یه شکل دیگه رو بیارم. این شکل. فرض کن مثلا این پورت شماره 1، پورت شماره 1 و اینم پورت شماره 2. این سرور شماره 1، اینم سرور شماره 2. اوکی؟ به ازای تعداد پورت هایی که شما روی نکسوس 2000 دارین، یک ویرچوال اینترفیس ساخته میشه. مثلا اگر 24 تا پورت داشته باشید، 24 تا ویرچوال اینترفیس روی اون نکسوس 2000 ساخته میشه. و متناظرش روی پرنت بچه‌ها لاجیکال اینترفیس داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر این نکسوس 2000 مثلا 24 تا ویرچوال اینترفیس داشته باشه، توجه کنید 24 تا هم لاجیکال اینترفیس روی پرنت وجود داره. و به هر کدوم از این ویرچوال اینترفیس ها بعد بچه‌ها وی ان تگ، این ویرچوال اینترفیس ها تاش مپ میشن به این هوست اینترفیس ها. اوکی؟ هوست اینترفیس ها. بریم این شکل دقت کنید. اینجا نوشته شده چی؟ نوشته شده AC که روی نکسوس 2000 هست میاد وی ان تگ رو مپ میکنه به هوست اینترفیس ها. اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه من اینجا رنگ عوض کنم، من هر کدوم از این هوست اینترفیس ها، یا بهتر بگم هر کدوم از این ویرچوال اینترفیس ها، یک وی ان تگ بهشون اختصاص داده میشه، یک تگ اختصاص داده میشه. جهت سادگی همون هوست اینترفیس در نظر بگیرید. مثلا به این هوست اینترفیس یه تگ شماره مثلا 10 اختصاص داده میشه. به این هوست اینترفیس یا همون ویرچوال اینترفیسی که مپ میشه به این هوست اینترفیس یه تگ مثلا یه تگ مثلا 20 اختصاص داده میشه. پس به هر کدوم از هوست اینترفیس ها، یا بهتر بگم به هر کدوم از اون ویرچوال اینترفیس ها، یک وی ان تگ، یک شناسه اختصاص داده میشه. بسته که وارده، فرمی که وارده مثلا سویچ میشه، از این سرور گرفته میشه، اصلا داده میشه به این سویچ. رنگ عوض کنم. داده میشه به این سویچ. سویچ میاد چیکار میکنه؟ یک وی ان تگ بهش مپ میکنه. اوکی؟ یک وی ان تگ میاد بهش مپ میکنه. نکسوس 2000 مثلا وی ان تگ مثلا بسته‌تون باشه، وی ان تگ مثلا شماره 10 رو بهش مپ میکنه و اینو میفرسته به سمت پرنتتون. پرنتتون وقتی این بسته رو دریافت کرد، اوکی، فرم یه سورس مک آدرس داره، یه دیستینیشن مک آدرس داره دیگه. توی پرنتتون مک آدرس استیبل وجود داره. توی پرنتتون پرنت نگاه میکنه به جدول مک آدرس استیبلش، میبینه مثلا مک آدرس استیبلش فرض کنید کدوم اینترفیسه؟ این لاجیکال اینترفیسه. ببینید از این لاجیکال اینترفیس ترافیکی دریافت کرد، متوجه میشه مثلا فرض کنید لاجیکال اینترفیس شماره مثلا 1، اینم لاجیکال اینترفیس شماره 2. پس یه بسته از لاجیکال اینترفیس شماره 1 دریافت میشه، سویچ توی مک آدرس استیبلش نگاه میکنه، متوجه میشه که باید فرستاده بشه به لاجیکال اینترفیس 2. اوکی؟ نگاه میکنه به جدولش، میبینه مثلا تگ 20 مپ شده به همین ویرچوال اینترفیس یا به همین ویرچوال اینترفیس. اوکی؟ بهتر بود اینو من 10 میذاشتم، اینم 20 میذاشتم. اوکی؟ خب بسته رو که حالا میفهمه که آقا بسته برای کجاست، میفهم بسته برای مثلا برای لاجیکال اینترفیس 20 یا همون ویرچوال اینترفیس 20. بسته رو تگ بهش میزنه، تگ مثلا 20 و میفرستش به سمت این سویچ نکسوس 2000. نکسوس 2000 از قبل براش تعریف شده که اگر بسته با تگ مثلا 20 دریافت کردی، این بسته متعلق به این هوست اینترفیسه. چون از قبل هوست اینترفیس مثلا شماره 2 که مثلا بسته به این سرور 2 یه شناسه مثلا با عدد 20 بهش اختصاص داده شده. به این صورت هست مکانیزم فوروارنینگش. اوکی. خب اینجا هم نوشته شده، اگه تو این تصویر دوست دارین میتونیم بخونینش.
حالا بریم سراغ کانفیگوریشن. ببینید تو این شکل یه دونه نکسوس 9300 وایسی FX3 میبینید. خب من خدمتتون گفتم که سال 2022 زمانی که سیسکو اومد سویچ نکسوس 2000 اند آف سیل کرد، جایگزینش سیسکو نکسوسای 9300 FX3 معرفی کرد. خب و عرضم به حضور شما که خب این سویچ میتونه تبدیل به یه فکس بشه، یعنی در مود NXOS میتونه کار کنه، در مود ACI میتونه کار کنه و جالبتر میتونه تبدیل به یه فکس بشه. خب من این سویچ رو دارم، خریدم، حالا به هر دلیلی من میخوام تبدیلش کنم به فکس. اوکی؟ ببینم به چه صورت تبدیلش میتونم کنم به یه فکس. با همین 4 5 تا دستور ساده بچه‌ها میتونید این سویچ رو تبدیل کنید به فکس. فرض کنید یه سویچی داریم میخواید تبدیلش کنید به فکس. باید سویچتون ساپورت کنه. سویچ 9300 FX3 فقط میتونن تبدیل بشن به فکس. خب من باید چیکار کنم؟ من میخوام به سویچ بگم که آقا دیگه NXOS رو لود نکن و به صورت فکس بالا بیا. این 5 تا دستوری که لازم هست برای اینکه این سویچ رو تبدیل کنم به فکس اینا هستن. یکی رایت اریز. رایت اریز بچه‌ها یعنی همون استارتاپ کانفیگوریشن رو من اریز کنم، یعنی در واقع سویچ اجرای فکتوری ریستش کنم. اوکی؟ با این دستور پس رایت اریز سویچ رو فکتوری ریست میکنه یا استارتاپ کانفیگوریشن ما رو حذف میکنه، اریزش میکنه، دیلیتش میکنه. وقتی که این دستور رو میزنید بچه‌ها پارامترهای مربوط به بوت دستگاهتون تغییر نمیکنه. یعنی همچنان هم درسته که استارتاپ کانفیگوریشنتون رو حذف میشه، ولی همچنان هم سویچ اگر ریلود بشه با NXOS میاد بالا. خب منطقی هم باید بیاد بالا. خب ولی شما میخواین آقا این دستگاه رو به صورت فکس بیاریم بالا و چون رایت اریز تنظیمات مربوط به بوتتون رو تغییر نمیده، شما باید خودتون به صورت دستی بزن نو بوت NXOS. آقا دیگه NXOS رو بوت نکن. وقتی این کانفیگو زدین، این دستور رو زدید، رانینگ کانفیگوریشن تو استارتاپ کانفیگوریشنتون کپی کنید و در نهایت بنویسید بوت فکس. من میخوام فکس بوت بشه و در پایان هم دستور ریلود بزنید. به همین سادگی. من الان نشونتون میدم. خیلی خیلی ساده است. و اگر بخواید یک فکس رو ببینید، اگر بخواید یک فکس رو تبدیل کنید به یه سویچ، یعنی با NXOS بیاد بالا، فقط کافیه بذارید بوت NXOS، اون NXOS که توی بوت فلشتون هست رو انتخاب میکنید و ریلود میکنید. در نهایت سویچتون بعد از اینکه اومد بالا به صورت NXOS میاد بالا. خب بریم همین کارو روی یک سویچ واقعی انجام بدیم. من از قبل بچه‌ها یه فیلم ریکورد کردم که این مراحل خیلی سریعتر بشه، ویدیو تایمش کمتر بشه. خب بریم به چه شکل فرم هست. این یک سویچ بچه‌ها واقعی هست. این سویچ نکسوس 9300 FX3 هست. شبیه ساز نیست، چون با شبیه ساز اصلا ساپورت نمی‌کنم چیزی رو. پس من واسه میشم میگم پلی میکنم. اینجا دستور رایت اریز رو میزنیم. اوکی، از اون میپرسه میخواید دیلیت بشه، میگه بله. ببینید توجه کنید اینجا میگه که استارتاپ کانفیگوریشن دیلیت میشه. بعد من حالا اینجا این مقدار سرعتش رفت بالاتر، اینجا سرعت بیارم پایینتر. خب بعد از این کار من دستور نو بوت NXOS میزنم که آقا از NXOS بوت نکن و کپی رانینگ کانفیگوریشن تو استارتاپ کانفیگوریشن. خب مجدد سرعت من ببرم بالاتر یه مقدار. خب من سرعت ببرم بالاتر. خب بعد از این کار باید بگی آقا بوت فیکس. ببینید وقتی من دستور بوت فیکس رو میزنم اینجا داره به من یه هشدار داره میده، میگه لطفاً بیا چک کن لیست تمامی فیکس هایی که توسط مثلا این سخت افزار ساپورت میشه قبل از اینکه بخواید این کار رو انجام بدیم. تمامی سخت افزارها ساپورت نمیشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اینجوری نیست که آقا شما نکسوس 2000 تون رو
حتی در مورد نکسوس 2000 دارم صحبت میکنم. نکسوس 2000 توسط تمامی فیکس ها ساپورت بشه و حتی جالبتر اینه که این نکسوس 2000 اینجور نیست که خدمت گفتم که توسط تمامی پرنت ها ساپورت بشه. ممکنه یه سری از نکسوس های 9000 مثلا اون نکسوس 2000 مد نظر شما فرض کنید 2348 UPQ یا هر دستگاهی ممکنه توسط اون پرنت اصلا ساپورت نشه. البته پرنت هایی که مثلا این نکسوس 2348 UPQ رو ساپورت میکنه خیلی زیاد هست. یا ای که مثلا این سویچو مثلا یه نکسوس 93180 دارین 93180 اینو تبدیل میکنیم به فیکس، بعدش میخواین وصلش کنیم مثلا به یه دستگاهی یه نکسوس 9000 مثلا 9332. آقا این دستگاه اصلا ممکن ساپورت نکنه اینو، اصلا ساپورتش هم واقعا نمیکنه. 9332 اصلا فیکس ساپورت نمیکنه. اوکی؟ پس حواستون به این موضوع باشه. البته اینو ساپورت نمیکنه. هر چیزی که چک کردم این 9332 این 9380 چک اصلا ساپورت نمیکنه. خلاصه خدمتتون بگم که اینجور نیست که تمامی فیکس ها توسط تمامی پرنت ها ساپورت بشود. به خاطر همین هم هست اینجا داره هشدار میده و در پایان هم داره میگه که آقا هشدار بعدیش هم اینه که آقا بوت شدن مثلا این دستگاه به صورت فیکس ایمیج باعث میشه که تمامی NXOS کانفیگوریشنتون ریموو بشه. آیا میخواین واقعا این کار انجام بدین؟ که میگین یس. خب یا یس من انتخاب میکنم و در پایان باید ریلود بزنم. خب نه میگی میخوای سیستم ریلود بشه، خب یس میزنیم و ریلود داره میشه. من اینجا استاپ کردم که یه مقدار سریعتر بشه. اینجا اگر لاگین ازتون خواست یوزرنیم پسورد، فقط یوزرنیم ازتون میخواد که یوزرنیم بشه ادمین هست، پسورد چیزی هم نمیخواد. و ببینید اگر اینجا یه دستور شو بگیریم ببینید چون این دستگاه تبدیل شد به یه فیکس چقدر این پارامترایی که تو قسمت شو داره به شما نشون میده چقدر کم شده. خیلی خیلی کمتر شده نسبت به سویچ معمولی. در صورتی که یه سویچ مثلا NXOS یه دستور شو کوئسچن مارک بگیری یا اون علامت سوال بگیرین دنیای از دستورات اینجا به شما نشون میده. و جالبتر اگر مثلا اینجا شو اینترفیس بگیرید، شو اینترفیس مثلا ببینید اینجا شو اینترفیس مثلا گرفتش فقط اینترفیس منیجمنت داره. بچه‌ها این نکسوس‌های 2000 خودشون اینترفیس منیجمنت ندارن و توجه کنید نگاه کنید این یک تبدیل شد به یه فیکس ها. ولی این نکسوس خب شما اومدی نکسوس 9300 رو تبدیل کردی به یه فیکس. این نکسوس 9300 خودش یه پورت منیجمنت داره دیگه. آقا من الان میخوام وصل بشم اشتباه کردم تبدیلش کردم به فیکس، میخوام برش گردونم مثلا به حالت عادی، باید بتونم بهش وصل بشم که بتونم تبدیلش کنم کانورتش کنم به یه NXOS دیگه. منطقیه پس این اینترفیس داشته باشه و من میتونم این اینترفیس رو مثلا کانفیگ کنم خیلی راحت. مثلا چه میدونم آی پی آدرس 192.168 که من اینجا گذاشتم، هر آی پی آدرسی میتونیم بذارین و اینجا هم میتونید ببینید مثلا آی پی آدرس رو به همین صورت. چیز خاصی جز اینترفیس منیجمنت نداره. بعد الان من یه DIR گرفتم. ببینید توی بوت فلش من دو تا NXOS هست، یکی NXOS ورژن 10 یکی هم ورژن 9. اوکی ورژن 10 و یکی 9. الان من میخوام تبدیلش کنم دوباره به یه سویچ معمولی به صورت NXOS بیاد بالا. کافی بزنم بوت NXOS بوت فلش، اون سیستم رو مد نظرم انتخاب میکنم و اینجا یس میزنم و میاد بالا به همین صورت به همین سادگی. چیز خاصی نداره. اوکی خب بریم سراغ بقیه داستان. خب حالا اینجا بچه‌ها ما این 9380 وایسی FX3 مونو تبدیل کردیم به فیکس. حالا میخوایم همین فیکس رو وصل کنیم به یه دستگاهی تحت عنوان سویچ 9300 9380 وایسی EX. اوکی میخوام وصلش کنم به این. خب من اومدم چیکار کردم؟
این دستگاه بچه‌ها واقعی هست، یعنی ریله، یعنی شبیه ساز نیست. عرضم به حضور شما پورت شماره 1 شو، این ببخشید پورت شماره 54 شو، 54 این فیکسر رو یا همین 9380 رو وصل کردم به این پورت شماره 54 با یه SFP 40 گیگ. پس اینجا 40 گیگه. البته که شما مثلا زمانی که این دستگاه رو دارین، خب منطقی تر اینه که پنتتون پورتای 40 گیگ رو ساپورت کنه، این داونلینک هاش پورتای 40 گیگ رو ساپورت کنه و این آپ لینک های این سویچ بس میشه به داونلینک های این. اگر هم ساپورتش نمیکنه میتونید مثلا از بریکوت کیبل استفاده کنید، مثلا یه بریکوت 40 گیگ به مثلا اینجا فرض کنید 10 گیگ یا 25 10 گیگ استفاده کنید، 40 گیگ به 10 گیگ استفاده کنید. ولی خب من تو شرایط فعلی اومدم چیکار کردم، یه دونه اینترفیس 54 اینو وصل کردم به 54 این. اوکی، ما میخوام کانفیگرش کنیم. پس اینترفیس 54ش وصل شده، این سویچ و این سویچ و به صورت 40 گیگ هم هست. میریم کانفیگوریشنش رو ببینیم، بعد رو دریل بورد رو دستگاه واقعی ببینیم. خب کانفیگوریشن به چه شکل و فرمه؟ من روی نکسوس 9000، خب این نکسوس 9000 کانفیتی رو میزنم، این دو تا دستور رو میزنم، اینستال فیچر ست فیکس و فیچر ست فیکس. بچه‌ها هر فیچری رو که توی OSPF میخواین فعال، اینجوری باید بهتون بگم، هر قابلیتی رو که میخواین فعال کنید، قابلیت‌های پیشرفته مثل BGP، OSPF، VXLAN، اینا رو میخواین فعال کنید، نیاز است که فیچرش فعال بشه. اوکی؟ مثل ویندوز سرور میمونه که مثلا شما میری چه میدونم DHCP رو فعال میکنی، DNS رو مثلا فعال میکنی. اوکی؟ همه چیز با دیفالت فعال نیست. توی نکسوس هم به همین صورت است. مثلا اگر من بخوام از BGP استفاده کنم، باید برم فیچر BGP رو بزنم. اگر بخوام از OSPF استفاده کنم، باید حتما قبلش بزنم فیچر OSPF. حالا فیچر ست یک مجموعه از فیچرها رو برای من فعال میکنه. حالا خلاصه این دو تا دستور رو باید بزنیم. بعد از اینکه این کار کردین، ببینید من اینترفیس 54 این دستگاه رو میرم روی اینترفیس 54. اینترفیس 54 کدوم؟ این 93 180 وایسی EX، اون پرنتتون. روی این پرنت میرم، خلاصه فرقی نمیکنه. روی این پرنت میرم و این دستورات میزنم. پس این اینترفیس پرنتتون هست. سویچ پورت. اوکی، من میخوام این اینترفیس فرض کنیم مثلا این نکسوس، مثلا نکسوس 2000 من N2K یا همین نکسوس 9300 که ما تبدیلش کردیم به فیکس، من با 2 تا پورت فرض کنیم میخواد، با 2 تا پورت، با 4 تا پورت، با 6 تا پورت میخواد وصل بشه به این پرنت. اینا رو باید پورت چنلش کنم. پورت چنلش باید کنم. اوکی، راه دیگه وجود نداره. قبلا میتونستی به صورت یه پورت معمولی بدون اینکه نیاز باشه توی پورت چنل وصلش کنید به این پرنت، یعنی نکسوس 2000 تون رو بدون اینکه یعنی با یه لینک مستقیم وصلش کنید به پرنتش و توی پورت چنل هم نباشه، به صورت یه اینترفیس معمولی. ولی NixOS های جدید این کار بهتون اجازه نمیدن. توی NixOS های جدید میگه آقا اگر نکسوس 2000 تون بخواد وصل بشه به پرنت، حتما باید اینا به صورت پورت چنل باشه، حتی اگر یه دونه اینترفیس باشه. اوکی، پس در نتیجه من اومدم اینو گذاشتم داخل یه پورت چنل، مثلا پورت چنل 101. اوکی، مودش آن و در نهایت نوشاتش کردم. رفتم داخل اینترفیس پورت چنل فلان، اینترفیس پورت چنل مثلا 101، سویچ پورت مود فیکس فابریک رو زدم روش. ببینید شما وقتی یه دونه مثلا کامپیوتر وصل میکنید به یه سویچ 2960، یه دونه پی سی وصل میکنید، میبینید چیکار میکنید؟ میزنید سویچ پورت مود اکسس. اگه یه دونه سویچ دیگه، مثلا این سویچ یه دونه سویچ دیگه وصل کردین، چه میدونم مثلا این اینترفیس ترانک باشه، میزنید سویچ پورت مود ترانک. در واقع به سویچ برای سویچ تعیین میکنی که آقا یه دونه سویچ دیگری قراره به تو وصل بشه، مثلا یا یه دونه مثلا کامپیوتر به تو قراره وصل بشه، یا ممکنه حتی مثلا یه سرور مثلا که حالا عرفم زیاد هست، یه دونه سرور وصل شده باشه اینجا
و این سرور مثلا ترنک باشه. اوکی؟ خلاصه این موضوعات رو برش مشخص کنید که آقا اون سر این پورت به صورت اکسس هست، به صورت ترانک هست، چه دستگاهی بهش وصل شده. اینجا که نه ترانک هست نه اکسس، یه دونه فیکس بهش وصل است. در نتیجه من باید اینجا بزن سویچ پورت مود فیکس فابریک که این سویچ به این سویچ خالی کنم که اوکی، به این سویچ خالی کنم که آقا دستگاهی که به این پورت وصل هست، به این پورت چنل وصل هست، یه دونه فیکس هست، یه دونه نکسوس 2000. خب و در نهایت یک فیکس آیدیشو مشخص میکنیم که همون شاسی آیدی اون دستگاه که خدمتتون قبلا میگفتم با دستور فیکس اسوشییت مثلا یه عدد 101 تا 199 که میتونه عدد، گفتم که فیکس آیدی میتونه یه عددی بین 101 تا 199 باشه. اینجوری نیست که هر عددی که دوست داشتین بزنینش. و برای سادگی من اومدم چیکار کردم؟ ببینید این پورت چنل رو نگاه کنید، پورت چنل 101 فیکس آیدی تون هم 101. نیازی نیست اینا مچ باشه، ولی بهتره که برای راحتی کار بهتره که مچ باشه. و در نهایت نوشات زدیم. اوکی؟ بریم همین کارو توی یه دستگاه در واقع انجام بدیم. خب ببینید اینجا این همون همین پرنتی است که نشونتون دادم. همین پرنت، ببینید این سویچ که الان اینجا داریم میبینید همین پرنت هست. این 93180 وایسی ایکس. من رفتم چیکار کردم؟ اینجا این استال فیچر ست فیکس رو زدم، بعد فیچر ست فیکس رو زدم، بعد رفتم تو اینترفیس اترنت 54 سویچ پورت زدم، سویچ عضو چنل گروپش کردم. حالا اینجا من عضو چنل گروپ یکش کردم، چنل گروپ یک مود آن. بعد وارد اینترفیس پورت چنل یک شدم. ببینید اینجا وارد اینترفیس پورت چنل یک شدم، سویچ پورت مود فیکس فابریک زدم. و اگر فیکس اسوسییت رو نگاه کنید که من اومدم به اون فیکسه یه آیدی اختصاص دادم دیگه، باید یک آیدی اختصاص بدیم، شاسی نامبرش هست یا اسلات نامبرش هست. ببینید یه عددی بین 101 تا 199. اوکی؟ خب در نهایت همین دستور رو کافیه بزنید نوشات و در پایان ببینید اگر اینجا شو فیکس رو بگیرید بچه‌ها، اگر شو فیکس رو بگیرید، فیکس شما اول میره تو وضعیت دیسکاور، یعنی آقا من یه فیکس رو کشف کردم با این پارت نامبر. ببین پارت نامبرش توجه کنید 93180 وایسی اف ایکس سیری، همون سویچ قبلی بود که تبدیلش کردیم به یه فیکس با سریال نامبر فلان که من این سریال حالا پوشوندم. خب اول میره تو وضعیت دیسکاور، بعدش میره تو وضعیت کانکتد و بعدش هم میره تو وضعیت آنلاین. اون چیزی که ما انتظار داریم اینه که تحتش ببینید که یه فیکس رفته تو وضعیت آنلاین. اوکی؟ این برای مد نظر ماست. خب ببین من همینجور شو فیکس میزنم، ولی اینجا چون حالا 2-3 بار زدمش، 3-4 بار زدمش، کانکتد به من نشون نمیده. میره تو وضعیت دیسکاور، یک لحظه هم بچه‌ها میره داخل وضعیت کانکتد، بعدش میشه آنلاین. خب ببینید الان ببینید من یه لحظه صبر کردم، الان دوباره میزنمش. خب ببینید زمانی که یه فیکس رو بچه‌ها وصل میکنید، یه فیکس رو وصل میکنید به پرنتتون، به پرنت، این که سیستم عامل خودش نداره، سیستم عامل از این میگیری، یعنی NXOS و سیستم عامل، حالا NXOS یا سیستم عامل، این جهت سادگی سیستم عامل ازش میگیره، درسته؟ و سیستم عامل ورژن این فیکس با این پرنت باید یکسان باشه. خب وقتی که سیستم عامل ازش میگیره خب یکسان دیگه. نه بعضی وقت خود پیش میاد که مثلا فیکس شما یه جای دیگه بوده، مثلا فیکس شما فرض کنید مثلا قبلا به یه نکسوس 5000 بس بوده، 5000 مثلا، الان مثلا اینو حذفش کردی، قطعش کردی، اومدی وصلش کردی مثلا به یه نکسوس 9000 N9K.
خب قطعاً سیستم عامل نکسوس 5000 با نکسوس 9000 فرق میکنه دیگه. هر وقت که سیستم عامل از پرنتش میگیره، چک میکنه قبل از اینکه از سیستم عامل بگیره، از خود این پرنت چک میکنه که آقا این فیکس اصلا سیستم عامل دارد یا ندارد. اگر سیستم عامل دارد، ورژنش با ورژنی که من دارم یکسان هست یا نه. اگر نیست، میاد سیستم عامل خودش رو داخل این پوش میکنه، داخل فیکس پوش میکنه و اینو ریلود میکنه و این در نتیجه ریستارت میشه. پس چه موقع ریستارت میشه؟ زمانی که سیستم عامل ورژنش با اون پرنت یکسان نباشه. ولی در حالت معمولی زمانی که فیکس رو وصل میکنه به پرنت، نیاز به ریلود شدن نداره و در اغلب موارد ریلود نمیشه بچه‌ها. خب اینجا رو اگر توجه کنید، وضعیت این فیکس رفت تو وضعیت آنلاین. اوکی؟ چیزی که ما انتظار داریم. خب اینا مدلش. اگه شو فیکس دیتیل رو بگیرین، بچه اطلاعات بیشتری در خصوص این فیکس بهتون میده. که این فیکس مدلش چیه؟ ورژنش چیه؟ ببین مثلا این ورژن 938 اوکی؟ پس ورژن اون نکسوس 9000 تون، اون 9300 تون، پس 93.8 است. اوکی؟ که این ورژن پوش شده داخل اینجا. ببین با اینجا هم داره خودش میگه آقا فیکس ورژنش چیه؟ اوکی؟ و پرنتتون هم ورژنش چیه؟ و یک سری از پارامترهای دیگه، اوکی، یک سری از پارامترهای دیگه که حالا من زیاد نمیخوام در موردشون صحبت کنم. و اینجا هم فیکس پورتاتون رو میگه. چون این فیکس آیدیش 101 در نتیجه اینترفیساتون به این شکل نشون میده. اینترفیس اترنت 101.1.1 101.1.2. ببینید به این صورت این 48 تا پورت داره، میشه اینترفیس اترنت 101.1.1 تا 101.1.48. اوکی؟ خب به این صورت چیز پیچیده ای نیست. حالا برگردیم به یک سوال خیلی خیلی جالبی. یادتون میاد من تو پارت اول و دوم داشتم در مورد این صحبت میکردم که ایدی پشت نکسوس 2000 چیه؟ اگه یادتون باشه من گفتم که آقا ایدی پشت نکسوس 2000 اینه. دو تا ایده اون موقع سال 2009 که ارائه شد، 2008 که ارائه شد. حالا اون موقع یکی ارائه یک راه حل ارزون قیمت برای افزایش تعداد پورت‌های سویچ در اون دیتا سنتر. دوم کاهش بار مدیریتی روی ادمین شبکه. خب سال 2022 که اینو اند آف سیل کرد، نکسوس 2000 اند آف سیل کرد و جایگزینش گفتم که این نکسوس 9300 FX3 رو آورد. اول از همه این نکسوس 9300 وایسی FX3 قیمتش چند برابر یه فیکسه. اوکی؟ چند برابر یه فیکس قیمتشه. دوستان یه لحظه ببخشید دوستان. خب پس این نکسوس FX3 یا 9300 FX3 چندین برابر یه فیکس قیمتشونه. اون فیکس ها زمانی که اومدن خب از سویچه مثلا 3850 4500 قیمتشون پایین‌تر بود و منطقی بود خریداریشون. ولی این 9300 ها قیمتش خب چندین برابر فیکس. فیکس ها چرا ارزون در می اومدن؟ چون لوکال سویچینگ نداشتن و یه سری از قابلیت ها رو اصلا نداشتن. ولی این نکسوس 9300 خب هم قابلیت هم لوکال سویچینگ داره، هم NXOS رو ساپورت میکنه، هم ACI رو ساپورت میکنه. خب چه مرضی وجود داره آدم اینو تبدیل کنه به یه دونه فیکس؟ اوکی؟ چرا باید یه نکسوس 9300 که گرون قیمته، خودش لوکال سویچینگ دارد، نیاز هیچ وابستگی به پرنتش نداره، چرا من باید اینو تبدیل کنم به یه دونه فیکس؟ احمق که هیچی نمیفهمه. شاید حالا براتون سوال پیش بیاد که آقا من اگر اینو تبدیل کردم به یه فیکس
من مثلا یه 9300ی مثلا فرض کن اینو بس کردم به این سویچ 9300، من 16 تا 32 تا از این فکس ها رو توسط این سویچ به صورت متمرکز میتونم مدیریتش کنم. ولی اگر به صورت معمولی بذارمش نیاز است که 16 بار بهش وصل بشم. هرچند که این حرف درسته ولی تو دنیای امروز بچه‌ها درست نیست، چون امروز شبکه‌ها اتومات میشن. شبکه‌ها با استفاده از پایتون، با استفاده از انسیبل و ابزارهای اتوماسیون اتومات میشن. یک کانفیگو لازم نیست روی 10 تا سویچ مثل زمان قدیم مثلا تکرار کنی. یه اسکریپت می‌نویسی روی کلی سویچ‌ها پیاده سازی میشه. پس اینکه ما بگیم مدیریت متمرکزی هم به ما میده درست نیست امروزه، چون شبکه‌ها عرض کردم خدمتتون اتومات میشن و من میتونم خیلی راحت با انسیبل، با پایتون اینا خیلی از این کانفیگورا به صورت اسکریپت بنویسم و بزنم رو اونا. پس این هم منطقی نیست. یا حتی یه سری از ابزارهای خود سیسکو مثل نکسوس داشبورد فابریک کنترلر، مثل ACI، اینا خیلی کار راحت کانفیگوریشن باشون، مثلا مثل همون نکسوس داشبورد فابریک کنترلر، این که من بخوام یه کانفیگوریشن روی خیلی از سویچ ها اعمال کنم این کار خیلی راحته، یا حتی با همون ACI. اوکی؟ پس مدیریت متمرکز هم منطقی نیست. ببینید اینجا چیه؟ 2 تا راه حل، 2 تا دلیل وجود داشت. ارائه یک راه حل ارزش قیمت برای افزایش تعداد پورت‌های سویچ درون یک دیتا سنتر، سویچ نکس 2000 اون مانور میداد. خب الان که راه حل ارزش قیمتی نیست که این 9300 که گرون قیمته. دوم این که خودش لوکال سویچینگ دارد. چرا من بخوام یه دستگاهی رو میگیرم گرون قیمت هم باشه، لوکال سویچینگ هم داشته باشه، تبدیلش کنم به یه فیکس احمق که هیچی نمیفهمه؟ بعد این دوم کار شمار مدیریتی روی ادمین شبکه. خب آقا این کار شمار مدیریتی من با پایتون انسیبل و ابزارهای اتوماسیون میتونم این کارو انجام بدم. نیازی نیست این همه دستگاه رو وصل کنم به یه نکسوس مثلا 9000 که از طریق اون نکسوس 9000 به صورت متمرکز مدیریتش کنم. پس امروزی که الان داریم با هم دیگه صحبت کنیم، سال 2025، یعنی از سال 2022 که دیگه نکسوس 2000 دیگه اند آف سری شد، دیگه اصلا منطقی نیست شما بیای یه نکسوس 9300 بخری، این سویچ بری بخری تبدیلش کنی به یه فیکس. هیچ آدم عاقلی این کار انجام نمیده. اگر شما دوستان دلیل واسش آوردین که آقا من بیام یه نکسوس 9300 رو تبدیل کنم به یه فیکس، لطفا توی کامنت ها برای من بنویسین. ولی به نظر من این کار انجام نمیشه. در نتیجه فیکس دیگه مرد، خدا بیامرزدش. یک روش منسوخ شده بود. بله اون زمانی که بود یک روش خوبی بود، روش ارزون قیمتی بود، ولی خب سیسکو گذاشتش کنار با خاطر موضوعات بیزینسی خودش. و وقتی من الان دارم یک سویچ گرون قیمتی میخرم که لوکال سویچینگ دارد، هرگز نمیام این کار انجام بدم که تبدیلش کنم به یه دونه فیکس. ولی کانسپت فیکس همونجوری که خدمتتون عرض کردم وجود داره. ما میتونیم نکسوس 9300 رو تبدیل کنیم به فیکس و لازم هست که شما اینها رو بدونید. خب اگر این جلسه براتون مفید بود لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. ممنونم وقت گذاشتین. خدا نگهدار.